میارن کنار وای اگه تو این حال بخوان منو تو قبرم ببرن. همونایی که با من ادعای رفاقت میگردن خودشون سر جنازمو میگیرن، را زیر قبر میکنن. یه قبری که یه متر گرده چیزی نیست که، اما خدا میتونه مثل که آسمان هفتگانه به زمین افتادم. جنازم را داخل قبر بردند و من در کنار قبر ایستاده بودم و تماشا میکردم. ترس تمام وجودم را فرا گرفته بود و زمانی بر وحشت من افسوده شد که دیدم در قبر جانورانی پیدا شدند و به جنازم حمله ور شدند. سگ تو قبرم چنبات بزن خدایا چی؟ آن مردی که جنازه را داخل قبر گذاشته بود متوجه آنها نشد، انگار که اصلا آنها را نمیدید و خیلی عادی از قبر خارج شد و من به خاطر علاقه‌ای که به جنازم داشتم داخل قبر شدم تا آن جانوران مزاحم را بیرون کنم، ولی آنها زیاد بودند و من از عهده آنها بر نمی آمدم و ناچارن از مردم کمک خواستم. چرا گریه؟ چرا فقط تماشا؟ کمک چرا خدا ولی هیچ کس به دادم نرسید و همگی مشغول کار خودشان بودند و من هم ناامیدانه تماشا می‌کردم. کارهایی که در اینجا انجام میدهد در اون عالم یک صورتی دارد، اگر خوب است صورت خوب و اگر بد است صورت بد. ناگهان اشخاصی در گروه پیدا شدند و آن جانوران وحشی را فراری دادند که یه مرتبه دیدم قبر پر نور شد، از وسط نور صدا بلند شد نترس. یه نهیب به سگ زد، چنان سگ فرار کرد که اون نور به من گفت خیالت راحت باشه دیگه نمیاد. گفتم فدات بشم، کی هستی منو نجات دادی؟ فرمود من حسین ابن علی. به درستی که حسنات نیکوکاری های شما سیئات و بدکاری هایتان را نابود می سازند. در گورت ناله نکنی که کسی هم رحم به ناله تو نمی کنه. یادم بده مولای من برای ساعتی که تو قبرم میگذارن بردای کفن رو باز میکنن. مؤمنین گاهی بنشینید تنها حساب خودتون رو بکنید. سفر آخرت رو آسان نگیرن، دینداری رو آسان نگیرن، زحمت بکشن. اگر کسی بگوید که نمیدونستم میگم چرا نرفتی یاد بگیر. فردای قیامت گنهکاران 40 سال سر خجلت به زیر افکنده‌اند، یک ساعت تکان نمیدن. ای میخوای ببینی حالت بعد از مرگ چطوره؟ حالات رو ببینی. میگن عزیزاش بیان برا آخر بار ببینمه. خدایا عملی که مرا به منزل برساند ندارم. اگر حال من حالی است که الان میبینم من برای خودم آمادگی ندارم. صورتهای گناهکارمون رو میگذارن رو خاکا. آی پسر و دختری که برا نامحرم خودت رو بدک کردی، امشب دیگه بیدار شیر یه روزی صورت رو خاک میذارم. هیچکی نیست به دادمون برسه. گاه شده 24 ساعت نفس گناه کرد. خدا من جهالت کرده، خدا من غفلت کرده. روز تربت کربلا زیر صورتت میذارم. حالتون بیدارید کنار و مرگ رو نزدیک ببینید. تو را به خدا یک کاری بکنید با بار گناه نمیرید. بعد از آن شخصی داخل قبر شد و شانم را تکان میداد و شخص دیگر